در مورد لوتو یا همون لاتاری پولی آمریکا چی میدونی؟ میخوام در مورد لوتو یا همون بلیت لاتاری بخت آزمایی $1,000,000 آمریکا صحبت کنم و کامل براتون توضیح بدم و به 10 نفر خوش شانس به قید قرعه از این بلیت های جایزه های $1,000,000 هدیه بدم. خدا رو چه دیدی، شاید برنده بعدی شما باشی. پس تا آخر این ویدیو با من همراه باش تا شرایط شرکت در قرعه کشی این هدیه و جایزه کانال یوتیوبمو بهتون بگم و براتون توضیح بدم. بچه سلام، امیدوارم هر جای دنیا که هستین حالتون عالی باشه. همونطوری که احتمالاً در جریان هستین، چند هفته پیش مبلغ یکی از همین در واقع جایزه‌های لاتاری به اسم مگا میلیونز به عدد وحشتناک $1.5 میلیارد رسیده بود که اصلا نمیتونم به تومن بگم چقدره، که یک نفر خوش شانس در ایالت فلوریدا برنده شده بود که دمش گرم و مبارکش هم باشه. حالا لوتوی لاتاری پولی چی هست؟ چند مدل داره؟ انواع اون چیه؟ بریم با هم ببینیم که یه گزارش جالبیه و ضمن این که شرایط شرکت در قرعه کشی کانال ما رو هم براتون توضیح بدم و بگم که چه کاری باید انجام بدین تا در این قرعه کشی و مسابقه کانال یوتیوبمون شرکت داده باشین. خیلی مخلصیم. اومدم به یکی از فروشگاه 7-11 که سر هر چهارراهی هست بلیت لوتو و لاتاری بخریم. بعدش هم میریم فروشگاه رالفز، یه فروشگاه دیگه است که با ماشینم بخریم. دمتون گرم. بریم ببینیم چه خبره. بچه‌ها بلیط‌های بخت آزمایی انواع اقسام مختلف داره با بازی‌ها و قیمت‌های بلیط‌های مختلف و همچنین مبالغ جمع شده مختلف. حالا قبل از که بخوام اون مگا میلیونز و اون پاوربال اون اصلی‌ها رو بخوام بهتون معرفی کنم، می‌خواستم یکی‌ها رو بهتون نشون بدم که اینا هم بلیط‌های بخت آزمایی ان که $1 هست، همونجوری که می‌بینید تا $30 قیمتی که شما می‌خرین و مبالغی هم که برنده میشین از مثلا $100 هست تا $10,000,000 که اون عددو باید با ناخن روشو بتراشین و اون زیرش اون عدد یا اون حروفی که در میاد به شما نشون میده که شما چقدر مبلغ بردین. خب یکی از خوبیاش اینه که همون لحظه معلوم میشه که شما برنده شدین یا نه و چه مبلغی برنده شدین. میبینید که $1 تا $30 هستش و میشه حتی تا $10,000,000 هم برنده شد. خب بچه بریم سراغ معرفی اون سه تا اصلی‌ها، یعنی پاوربال، مگا میلیونز و سوپر لوتو. خب اون دو تا اولیا قیمت هر بلیتش $2 و اون سومی سوپر لوتو $1. خب مبلغی هم که جمع میشن با هم دیگه متفاوتن. پاوربال الان که باهاتون صحبت میکنم و این ویدیو رو ضبط میکنم $386 میلیون جمع شده و مگا میلیونز هم الان $85 میلیون که خب همونطور که بهتون گفتم تا چند روز پیش این مگا میلیونز $1.5 میلیارد جمع شده بود و یه نفرم تو فلوریدا برنده شد و اگه برنده بخواد نقد بخواد نصف این مبلغ رو میگیره، اگرم کلش رو بخواد در طی 30 سال بهش پرداخت میکنن. نحوه بازی هم به این صورت، مثلا این پاوربال رو براتون مثال بزنم، اینه که 5 تا عدد رو باید انتخاب بکنین بین 1 تا 70، هر کدوم جدا جداه به صورت گوی. 5 تا عدد بین 1 تا 70 انتخاب میکنین به همراه عدد ششم که قرمز رنگ هستش به اسم پاوربال یا مگابال هم بهش میگن. این بین 1 تا 30 انتخاب میکنین. اگه تمام اعدادتون با تمام این اعداد یکی در بیاد، خب برنده کلش هستین و جکپات کردین و کل مبلغ رو میبرین. ولی اگر بعضی از این اعداد رو درست بگین، اونجا جدولش هستش که مبلغی میبرین متا کمتر. مثلا اگر یه نفری 5 تا این گویا رو درست بگه، فقط اون قرمزه رو درست نگه، 2,600,000 خورده بودن برنده میشه. یا اگه 4 تا از اون توپا رو بگه به همراه پاوربال، خب مبلغ کمتری. روش خریدنش هم به طرق مختلفی هستش. به 3 طریق میشه خرید. یکی از روشاش اینه که یه دونه از همین کاغذها برمی‌دارین که مخصوص مثلا پاوربال باشه یا هر بازی که بخواین. الان این کاغذ الان مخصوص پاورباله. اگر هم بخواید مثلا یه دونه بخرین که خب یکی از اینا رو، یکی از این ستونا رو انتخاب میکنین. اعدادتون رو میتونین خودتون انتخاب بکنین، مثلا به هر دلیلی فکر میکنین اعداد شانستونه، اعدادی که دوست دارین، تاریخ تولدتونه، یا به هر دلیلی میتونین اعداد خودتون اینجا همش رو انتخاب بکنین. همونطور که گفتم بین 1 تا 70 اعداد انتخاب میکنین و همچنین عدد اون پایینش هم دوباره یه باکسی هستش که مخصوص همون پاورباله که اون عدد ششم رو میتونین انتخاب بکنین که بین 1 هستش تا 30. بعد از اینکه انتخاب کردین این کاغذ رو در واقع تحویل
فروشنده میدین و فروشنده هم براتون بلیتو صادر میکنه به همین راحتی. و همچنین روش دومم به این صورته که به صورت رندوم و تصادفیه که هزینه رو پولش رو به خود فروشنده میدین و میخواین که با اون دستگاهی که اون پشت داره به صورت رندوم و تصادفی براتون یک عدد انتخاب بکنه و بلیتش رو براتون صادر بکنه و بگیرین. الان ما به این دو روش رو گرفتیم، حالا میخوایم بریم به فروشگاه رالفز که روش سوم بگیریم. این هم فروشگاه رالفز، یکی از فروشگاه زنجیره‌ای معروف و بزرگ. خب این دستگاه‌های ماشین لاتاری و همه فروشگاه‌ها دارن، ولی خب حالا ما همیشه رالفز خرید میکنیم، اومدیم به فروشگاه رالفز که این دستگاه رو داره. میریم سراغ این دستگاه ببینیم به چه صورته. همین رو صفحه اولش هم از همین بلیط‌های اسکرچی داره، از همین بازی‌های اسکرچی داره که با ناخن میکشین که میتونی همینجا هم بخری. مدل‌های مختلف داره، همونطور که گفتم $1 تا $30 همشون هست و در واقع میتونی انتخاب بکنین و تهیه کنین. مبالغش هم مختلفه دیگه، میتونی از $10 برنده بشین تا $10 میلیون دیگه، باید خیلی خوششانس باشی. حالا ما به این دستگاه پول میدیم، 2 تا $1 بهش میدیم. بعدی این دستگاه اینه که بهش پول بدی بهت بر نمیگردونه، یعنی اگه مثلا بهش $20 بدی دیگه همه $20 رو تو باید خرید بکنی. حالا ما بهش 2 تا $1 دادیم و میخوایم پاور بال رو انتخاب بکنیم که قیمتش $2. یه دونه بلیت انتخاب میکنیم به این صورت و اینجا هم که کانفرمش میکنیم. بلیت رو صادر کرد. اینم به صورت شانسی و تصادفیه و اینکه خودمون تو انتخاب اعداد هیچ دخالتی نداریم، مثل همون روشی که خود فروشنده در واقع اون سوپرمارکت ها میخریم. این هم یه نمایی از فروشگاه رالفز، یکی از فروشگاه بزرگ و باحال. این هم یه دستگاه دیگه هم این طرف فروشگاه رالفز گذاشتن. خلاصه درآمدیه دیگه، چون که اون در واقع شرکت یا سوپرمارکتی هم که نفر برنده از اونجا خرید میکنه، مبلغ هنگفتی هم اون صاحب فروشگاه و اون صاحب سوپرمارکت به اون هم تعلق میگیره. به خاطر همین خیلی دوست دارن که برنده از فروشگاه خودشون باشه، هم مبلغ خیلی سنگینی میگیرن، همین که اینجا خیلی خرافاتی هم و دیگه همه سرازیر میشن به اون فروشگاه و اون سوپرمارکت که همه بلیتشون از اینجا بگیرن. این هم که همین بهتون نشون دادم شکل‌های مختلف همین بلیط‌های اسکرچی و همون ناخونیه که با ناخون یا سکه روش میتراشن و عددها و اون بازی از زیرش نمایان میشه و معلوم میشه که چقدر بردن. نکته دیگه که خواستم بهتون بگم اینه که تمام این بخت آزمایی و لاتاری و لوتو و تمام این مسابقات و بازی‌ها و حتی قرعه کشی زیر نظر دولت کالیفرنیا و فدرال آمریکا برگزار میشه و حتی ایالت‌های دیگه هم که توی این مسابقات شرکت میکنن اونا هم نماینده هاشون هستن موقع قرعه کشی، موقعی که میخواد شماره ها در بیاد و جای هیچ گونه تقلبی نیست و حتی 30% از این مبلغ هم به مسائل عامل منفعه مثل ساخت مدرسه و اینا میرسه. خب بچه من به هر سه روش بلیت بخت آزمایی پاوربال که مبلغ زیادی هم جمع شده رو برای خودم خریدم تا شما به صورت کامل آشنا بشین و ببینین. حالا میرسیم به قسمتی که بهتون قول داده بودم، یعنی بخش جایزه و هدیه کانال یوتیوبم و همچنین شرایط شرکت در این جایزه و قرعه کشی که قراره به 10 نفر از دوستان عزیز بلیت لوتو هدیه بدم، براشون تهیه کنم و بهشون هدیه بدم. حالا هر کدوم از این لوتوها که مبلغش بالاتر بود اونو براتون تهیه میکنم. الان که باهاتون صحبت میکنم پاوربال مبلغش از $350 میلیون هم بالاتر رفته، یعنی چیزی معادل 17.5 تریلیون تومان یا همچین چیزی، عدد وحشتناک. بچه من این جایزه رو برای حمایت از کانال یوتیوبم گذاشتم، پس شرایط شرکت در این قرعه کشی به این صورته که کانال یوتیوب منو سابسکرایب کنید و سابسکرایب داشته باشین. یک کامنت انگلیسی همراه با آیدی اینستاگرامتون برام در قسمت کامنت های همین ویدیو در یوتیوب بنویسید تا در صورت برنده شدن بتونیم در واقع بهتون پیام بدیم و پیداتون کنیم. ویدیو رو هم لایک کنید و همچنین لینک این ویدیو رو هم برای 3 نفر از دوستانتون بفرستین. پس چی شد؟ 1 سابسکرایب، 2 کامنت انگلیسی همراه با آیدی اینستاگرامتون و لایک کردن، 3 ارسال این ویدیو برای 3 نفر از دوستانتون. خیلی راحت، ایزی تمام. کلا فکر کنم 30 ثانیه هم وقتتون رو نگیره. حالا ببینم کدوم از شما خوششانسا برنده میشین. برای منم دعا کنین که در واقع برنده بشم. اگه برنده بشم قصد دارم 1/3 مبلغ رو بین کسایی که کانالمو سابسکرایب دارن تقسیم کنم. اینم یه خبر خوبه دیگه. دم همتون گرم.
از بقیه ویدیوی کانال هم دیدن کنید، لایک کنید. خیلی مخلصیم، مواظب خودتون باشین تا ویدیوی بعدی که قرعه کشی جوایزه. فعلا